سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من آتنام و امروز اومدم که توی این ویدیو ترمیم ناخن رو تو سریع‌ترین روش ممکن بهتون آموزش بدم. خب بچه‌ها، من الان میخوام این ناخنم رو ترمیم کنم. از قبل جلوش رو پاک کردم. حالا با یه سرسان مانیکور کامل این جیب ناخن رو باید تمیز کنیم. خب با یه همچین سرسوهانی اول سوهانم میذارم روی راستگرد با سرعت خیلی زیاد. از مرکز کوتیکور با زاویه 45 درجه من جیب ناخن رو تمیز و خالی میکنم. خب حالا جهت سوهانم رو عوض میکنم، میذارم روی چپ گرد. دقیقا برعکس همین کار رو دوباره انجام میدم. از مرکز کوتیکور با زاویه 45 درجه تا پایین کوتیکور میام. حالا با سرسوهان کاغذی با سرعت خیلی پایین من رو کل سطح ناخنم رو خش میندازم. و ترجیحاً یه جورایی سطح ناخنم یه دست هموار میکنم باهاش. به این صورت. خب حالا با استفاده از نیپرم شروع میکنم هرچی پوست اضافه اطراف هست و کات میکنم. به این صورت. حالا با این سرسوهان گلابی من دور تا دور پوستم رو میکشم تا هرچی پوست اضافه مونده تمیز بشه. حالا با استفاده از یه پد دهیدراتور کامل رو سطح ناخنم میزنم تا چربی اضافه ناخنم گرفته بشه. پرایمر اسیدی رو فقط رو قسمت صدف ناخنم میذارم. اون قسمتی که مواد داره به هیچ عنوان احتیاج به پرایمر نداره. پرایمر فقط برای بستر صدف و ناخن طبیعی هستش.
موادم برمیدارم، پودرای اضافی که روی قلمم بود و میتکونم کامل و نزدیک به ریشه ناخن موادم رو میذارم. آروم آروم نزدیک به کوتیکول با فاصله 1 و 2 میل موادم رو پرس میکنم. خیلی آروم موادم رو به سمت نوک ناخنم هل میدم. حتما این قسمتی که هنوز مواد روش نیست و با قلمتون خیس کنید تا وقتی که مواد اون قسمت میکشید پایین لکه سفید زیرش ایجاد نشه. اون لکه سفید باعث میشه که موادتون هوا بگیره. خب حالا بهش تایم میدم تا خشک بشه و سوهان کشیش رو انجام بدیم. حالا با استفاده از سرسوهان دورگیرم ناخونم رو دورگیری میکنم. اول از لبه آزاد ناخون میکشم، کامل دور کوتیکول رو میکشم تا این سمت لبه آزاد این بر. بعد از دورگیری حتما باید زیر ناخون رو ما تمیز کنیم. هم موادهای اضافه‌ای که برگشته زیر ناخون، هم رنگی که خود ناخون گرفته رو باید ما حین ترمیم پاک کنیم. و نکته قابل توجه اینه که حتما قبل از اینکه دور ناخون رو ما کات کنیم باید زیرش رو تمیز کنیم. به خاطر اینکه وقتی که ما دور ناخون رو کات میکنیم و بعدش میایم زیر ناخون رو تمیز کنیم، این تمیز کردن زیر ناخون باعث میشه لبه های آزاد ناخون فرمشون رو از دست بدن و خراب بشن. به این صورت. حالا با استفاده از این سرسوهان من میام حجم موادم رو از روی ناخونم کم میکنم. اول از نیم رخ نگاه میکنم تا اون قوسی که مد نظرمه رو ایجاد کنم. لبه ناخونم ضخامتش خوبه. موقعی که میخوام با سنباده‌ای سوهان کشی کنم اون موقع لبش نازک‌تر میشه. حالا با سوهان دستی میام فرم ناخونمو در میارم. برای اینکه ناخونمون کج نشه باید در نظر بگیریم که وسط ناخون
باید با محور وسط انگشت توی یه راستا باشه. یعنی کلاً فرم ناخونتون در راستای محور وسط انگشت باشه. اینجوری به هیچ عنوان ناخونتون کج نمیشه. حالا لبه های آزاد ناخون رو باید بکشیم. حالا با استفاده از سرسوهان سنباده‌ایمون با سرعت پایین کل سطح ناخون رو سوهان کشی میکنیم. لبه ها رو من کامل میکشم چون ناخون من حالت بادومی داره. باید اینجا لبه ها گرد بشه وگرنه لاکشل که میزنم یه پله و دور میفته. نمازین. حالا با یه بافر زب کامل سطح ناخونم رو یه دست میکنم. و در آخر یه لایه کاپشل میزنیم و تمام. نماز نتیجه کار. خب بچه ها، اینم از ترمیم. سعی کردم که هر نکته‌ای که وجود داره بهتون بگم که چیزی از قلم نیفته. اگه سوالی براتون پیش اومده توی کامنت ها ازم بپرسید، همه رو جواب میدم. و من آموزش‌های بیشتری هم دارم، چه کاشته‌های ژورنالی چه طراحی پیشرفته. اگه آموزش خاصی هست که میخواین زودتر براتون بذارم توی کامنت ها بهم بگید. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.